وزیر معارف و علم تاجیکستان به تنقیدهای اخیر درباره مشیروفکای دانشجویان پاسخ داد و بحث‌های اطراف این موضوع را یک چیزی خسکی نامید. ده‌ها دانشجوی مکاتب عالی در دوشنبه این شب و روز برای تجلیل از 30 سالگی استقلال در راهپیمایی‌ها مشق می‌کنند و این کار انتقادهای زیادی را به میان آورده است. محمد یوسف امامزاده وزیر معارف امروز ضمن نشست خبری گفت درباره مشیروفکا آنقدر بحث به میان آمده است که گویا در تاجیکستان یگان مشکلی دیگر نباشد. اینقدر مشکلاتی که در مرز تاجیکستان و افغانستان است کسی نمیشنود. بچه‌ها آمده مشق میکنند میروند، پگاهی میروند فوتبال بازی میکنند. پیش راهی او را هم بگیریم، یک مشق جسمانی است، نه به درس نه به نظام تعلیمی خلل نمیرساند. بیرون از درس است. به سطح معرفتی ما و شما همین چیز موافق نیست، گفت امامزاده. ولی بسیاری ها به موقع وزیر معارف راضی نیستند. جلب دانشجویان که به گفته محصلین در اکثر حالت مجبوری صورت میگیرد انتقاد زیادی را به میان آورده است. من بسیار خواهش میکنم که نسبت این مسئله کمتر با شعور با معرفت باشید. این اختیاری و بیرون از درس است، 1 ساعت است، مشق جسمانی است. تمام اشتراکچیان این معرکه ها واکسن قبول کرده ایستادند. ما با یگان راه بد به راه جنایت هدایت نکرده ایستادیم، افزود وزیر معارف. مقامات در تاجیکستان 15000 دانشجوی دانشگاه های پایتخت را برای شرکت در راهپیمایی ها و نمایشنامه های بخشیده به جشن 30 سالگی استقلال تاجیکستان جلب کردند. مراسم 9 سپتامبر امسال برگزار خواهد شد.